ما از مجاهدین دیدیم. من شاهد گریه نازنین ویگن بزرگوار بودم، از ابراز ندامت عارف دوست عزیزم بودم، از بسیاری از هنرمندانی که به اسم آنها تجمعاتی جمع شد، من شاهد اینها بودم. من از اینا درس یاد گرفتم، به تجربه انداختیم و میبینم یه کاری که به ضرر مردمه من نباید بکنم. من برای مردمم، برای همه قشرها، برای همه طیف‌ها دارم میخونم، برای که مردم منو قبول کردن براشون بخونم، پس باید براشون بخوانم. نمیتونم رول بازی کنم. من از دلم میخونم، انسانم، از عشق میخونم، از همبستگی میخونم، شعار نمیدم.